دوستان عزیز درود. برنامه امروز اختصاص دادم به تشویق کردن بجا و نابجا. خیلی وقتا وقتی که ما فرزندانمون یا در کل کسی توی محیط خونه، دوستا، آشناها، the loved ones، در کل کسایی که ما میتونیم باهاشون راحت صحبت کنیم، کاری انجام میدن که به نفع بقیه است، کاریه که کار درستی انجام میدن که حالا اون بازی مبحث دیگه است. ما خیلی وقتا چون عجله داریم یا اصلا متوجه نمیشیم یا فکر میکنیم مورد خیلی مهمی نبوده، خیلی کوچیک بوده، تشویقشون نمی کنیم. این تشویق که وقتی انجام نمیشه، کم کم اون شخص ممکنه فکر کنه خب من برای چی باید این کار رو انجام بدم. به فرض وقتی که فرزند شما خودش اعلام میکنه، میگه من یه کار اشتباهی کردم، من مثلا نباید اینو دست میزدم ولی متوجه نشدم دست زدم. این همین که اینو اذعان میکنه و میگه، این باید تشویق بشه. این میبایستی بهش گفته بشه من به تو افتخار میکنم، این شجاعت بود که تو گفتی، اینو راحت نیست، سخته و خوشحالم که اینو گفتی، این به نفع همه شد، ازت ممنونم. وقتی که این کار انجام میشه، خب اون تشویق میشه که این کار انجام بده. خیلی وقتا ماها تشویق‌های بیجا میکنیم، توی the opposite side به قول معروف میایم یه تشویق میکنیم از بچه‌مون یا از کسی تعریف میکنیم که ما توی فرهنگ شرقی و ایرانی رو زیاد میبینیم، به قول معروف به شکل تعارف تعریف میکنیم، میگیم فلانی یا نمیدونم حالا هر کس دیگه یا بچه خودمون، فرزند خودمون، میگیم که خیلی مثلا اینش خوبه، این توی این مورد خیلی خوبه. اگه اینکه واقعی نباشه و واقعا اون شخص خوب نباشه و احتیاج به این داشته باشه که خودش رو درست کنه، پیشرفت بده، این باعث میشه متوجه نشه وقتی که شما فقط تشویق میکنید. خیلی مهمه که ما در عین این که تشویق میکنیم تکذیب یا انتقاد سازنده انجام بدیم. یعنی اینکه بگیم این قسمت خیلی درسته، خیلی خوبه و اولا معمولا میبایستی با تشویق شروع کنیم جمله رو. ای کاش که این قسمت رو یه مقدار روش مثلا کار کنیم، من خودمم یا یه مثالی بزنیم، بگین که اینطوریه، ما هم این قسمت رو یه مقدار برامون سخت بود، برای همه سخته، ولی با یه پیشنهاد خوبی هم در کنارش داشته باشین، بگین مثلا با این روش یا با این روش شما میتونی بهتر بشی. من فکر میکنم اگه اینکه تشویق سازنده باشه و بجا باشه، این باعث پیشرفت میشه، این باعث سازندگی میشه. برای همین لازم دیدم این ویدیو رو براتون تهیه کنم. ببخشید که از توی ماشین هستش، امیدوارم که خیلی بک‌گراند نویز اذیتتون نکنه. سپاسگزارم از توجهتون. بدرود.